از ورزشکاران؟ یک مورد فقط مثل اینکه ماه گذشته 430,000 تومان به خانواده‌اش بده. این صندوق حمایت از پیشکسوتان ورزشی فقط ایشون یعنی اصلا عضویت در این صندوق ندارن؟ نه خیر. صندوق بعد از کیا حمایت میکنه؟ والا من فکر میکنم که ایشون رو واقعا شاید اصلا صندوق نشناسه ایشون کی هستن. آقای پاکیزتن معرفی شده به صندوق پیشکسوتان، منتها نمیدونم به چه دلیلی ایشون رو توجه نکردن. همه چی خوب هست، مشکلی که نیست. میگذارم و بعد شناینا رو اخبارش رو دنبال میکنید یا نه، یا دیگه اصلا فراموش کردید کلا؟ خیلی پیگیر نیست. انشالله که سایه شما سالیان سال در کنار ورزش ما باشه و کسی که در حال حاضر در واقع پا جای پای آقای عسگری و آقای پاکیزتن و خیلی از پیشکسوتان ما شماها گذاشتید و یه روزی شما هم قرار پیشکسوت کشورمون بشید. الان که این شرایط رو می‌بینید قسمت آینده ناامید نشید که آقا به پیشکسوتان نمیرسن. کلا میگم که ورزش شیرجه به وجود یه همچین کسایی مدیونه، یه همچین کسایی بودن که این ورزش رو باعث شدن که پا بگیره، این ورزش تو این مملکت شناخته بشه، ما بتونیم بیایم تمرین کنیم. اینا وایسن بالا سر ما، مربی ما وایسن که ما بتونیم حرکت‌ها رو، چیزایی که می‌خوایم از اینا یاد بگیریم. واقعا توی همچین شرایطی این عزیزان رو تنها گذاشتن واقعا فکر می‌کنم یه مقدار بی‌معرفتیه. من از بقیه دوستان، کسایی که واقعا این عزیز رو میشناسن، ایشون رو دوست دارن، بهشون پیشنهاد میکنم که حداقل شده برای یه ساعت، یه 5 دقیقه یا هر چقدر یه وقتی بذارن، چون این عزیزان واقعا گرانبهان. ما نمیخوایم بگیم که حتما باید صندوق حمایت از پیشکسوتان تک تک پیشکسوتان رو بشناسه. این وظیفه اون فدراسیون مربوط است که دوستان معرفی بکنه. مثلا جدید خوشبختانه آقای جعفری و آقای رضوانی خیلی حمایت کردن. یک بارم رفتن مهرگان، اونجایی که قبلا ایشون بستری بود و کمک‌هایی دارن میکنن در رابطه با بیمارستان. کمک کردن دفعه اول، این دفعه دوم و سوم و چهارم که در بیمارستان بستری بودن قول مساعد دادن که حتما کمک بکنن. ولی در مجموع میخوام بگم که سیاستی که باید حکم فرما باشه در مورد حمایت از پیشکسوتان اونطور که باید شاید متأسفانه نیست. من معتقدم که یا پیشکسوتان رو بردارن یا برسن پیشکسوتان. که درسته تابلو به اون عریض و تغییز دادن اونجا با اون بودجه کلونی که در اختیارشون هست، نوشته حمایت از پیشکسوتان و مدال‌آوران و ورزشکاران، در صورتی که میبینیم که الان کلا به هیچ عنوان نرسیدن. در رابطه با اینکه اینجا هستن امروز، من توصیه‌ام به ورزشکارای عزیزمون که مدال‌هاشون رو با معرفتشون با هم توی تاقچه آویزون کردن اینه که یه سری به ورزشکارا، به مربی‌ها بزنن که امید در وجود اینها زنده بشه. یه جمله قشنگ گفتید، ورزشکارایی که مدال‌هاشون رو با معرفتشون تاقچه خونه‌شون آویزون کردن. خیلی قشنگه. میخوام اینو عرض کنم که خاطرات ورزشی تو زندگی افراد تاثیر میذاره. مدیران ورزشی و افرادی که در فدراسیون ها هستن، ببینید آقای پاکیزتن به تعداد موهای سرشون رئیس فدراسیون دیدن و این تغییرات رو خیلی لمس کردن. افرادی که به این راحتی روی ورزشکارا خط میکشن، حق ورزشکارا رو به دلایل مختلف، یا ندونم کاری یا سهلنگاری یا عمدی، زیر پا میگذارن و توجه به این مسائل نمیکنن، باید بدونند که عواقب بسیار بدی در زندگی افراد میتونه داشته باشه و از مدیران ورزش خواهش میکنم که با دقت افراد کنار نگذارن، حمایت بکنن، با دقت بیشتری اصلا افراد رو منتخب کنند و برنامه‌ریزی‌های خاصی داشته باشن که ما امروز شاهد این بی‌مهری‌ها نباشیم. خیلی امروز خوشحال شدیم که شما رو دیدیم یه بار دیگه و خوشحال‌تر میشیم که با همین روحیه و امیدی که دارید رو به سلامتی پیش برید و این ورزش ما باید بیاد سراغ امثال شما. حالا یه نامهربانی ها هم بوده دیگه، اینجوریه. بله واقعیت.
نیاز به توضیح نداشت گزارش. ما فقط این رو عرض کنم که پیگیری میکنیم، میریم سراغ صندوق حمایت از پیشکسوتان و مدال‌آوران کشورمون ببینیم که اصلا جایگاه این پیشکسوتان کجاست و چقدر ازشون حمایت میشه.